برادران اسلام السلام علیکم. شما میتونه که این بیماری ما را یاردم کنین. دخترچه چند باز شده این بلنسه خواه هیچ کس سراغ نمیکنه، هیچ کس از قفاش نمیبیاید. این برای امی شیرش تمام شده، از پول نداره که مادرش شیر خرطی همینده. مادرش همینجا ششتگیان. ما اینجا چند بیمارو همینجا زنکو استادگیم. دیل منسوخ به شما مراجعت کردیم. میتونه که شما همینه یاردم کنین. ایروی اسلام ایروی ثواب میگیرین. در دنیا میگن که حج نره که دل مومن آزار نته. چی حج بره یا دل مومن اوای کنید شما حج رفتگی حساب میخورین. التماس از شما همینه یاردم کنین. اینا باور نکنین بینین. چه زوری رسیدگیتون یاردم کنین. چند زورتون میرسه ای بلنسه برآمدن شه حرکت کنین. رحمت خدا در خدا نگهبانتون باشه. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام و حوادران شبکه کاروان عمر، بر همه شما معلوم است هر وقتی که نوار میکنیم و بعدا دشنا میکنید میگوید که همه سخنهای من دروغ است به فکر شما و تشکر زیاد به آن شخصانی که باور میکنند و برای ما اعتماد کرده و ما نوار میفرستند تا اینکه تا حد امکان کمک خود را بهر آنها کنیم. و البته یک افهمون که فرزندشان خیلی سلامتیش خیلی وزمین است و شوهر که ندارد و سلامتی کودکان کمک کند و زندگیش را پیش برد. از ما خواهش کردند تا اینکه پهن کنیم و همان مردانی که البته مردان خیرخواه زیاد هستند. البته ما پول میابیم اما همان پولی که با مهنت میابیم با کاری خیر نه و با کاری که خداوند از او کار راضی نیست و همان جاها صرف میکنیم. یعنی که با سیگار و با ناز و با دیسکوتک و با کلیانبر و دیگر. البته بین مردها چنین حالت ها می شود و از آنها من خواهش میکنم اگر معلوم نشود تا حد امکان خیر همه خیر است. 1 سامان هم خیر است، 10 سامان هم خیر است، میلیون هم همان ثواب خیر است. خب از آنها خواهش میکنم تا حد امکان با این افجار من کمک کنین. کمک خود را به خاطر الله، به خاطر روز قیامت و به خاطر همان نامه اعمال که تا در روز قیامت ثواب و ثمره ما را زیاد کند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این کارمان و از این خیری که کردیم ما را در روز قیامت شفاعت کند و خداوند رحمتمان کند. خب دوستان عزیز، اگر معلوم شود تا حد امکان 100 روبل، 50 روبل، 500 روبل، 1000 روبل چقدری که میدانید فقط از برای الله و این افجار ما کمک کنید. در همین روی نوار هست سپیتامین بانک، رقمای کارت، نام فامیلیا همش را گذاشتگی هستیم. البته این فیک نیست، این یگان دروغ نیست. من هر کاری که میکنم فقط از برای الله هست. اگر هست همین ویدیو چقدر که مبلغ کار میکنم، البته کمک خود را که به این افجار میکنم، اما همین نواری که از آنها پول جمع میکنم من به همان افجار من فقط از برای الله کمک خود را دریغ نمیدارم. اگر معلوم نشود شما نیز تا حقشان دعا کنید. در حق همین خواهرچمون که خیلی حالش وزمین است دعا کنید تا خداوند فرزندهای ما را صحت و سلامت نگه بدارد. البته خیر و صدقه این پیش هر آفت و هر بلاها را میگیرد. خب با شما برای کار خداوند فیض و برکت شما را زیاد کند و خیری که در حق این افجار میکنید و در حق این کودکی بیگناه میکنید خداوند خیر شما را قبول کند و روز قیامت از رحمت خود و از شفاعت پیامبرمان محمد صلی الله علیه وسلم به نصیب نگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.